بزن بریم چیز خفن درست کنیم. مایتابه رو میذاریم رو گاز. این از موزمون. به به. موز خورد میکنیم حلقه حلقه. زیر مایتابه رو روشن میکنیم. وقتی دیگه داغ شد موزا رو میریزیم داخل مایتابه که خوب سرخ شه. همش میزنیم تا به مایتابه نچسبه. الان که به این مرحله رسید دیگه بعد درش بیاریم. میریزیم توی کاسه و خوب لهش میکنیم و بعد خوب که له شد به یاد اون له. خب الان که خوب له شد الان یه امتحانی هم میکنیم ببینیم چطور شده طعمش. خوب شیرین و خوبه، خوشمزه است. الان میایم وانیل توش میریزیم و که خوب طعم وانیل بگیره خوشمزه ترش کنه. الان همش میزنیم تا قاطیشه قشنگ طعمش. الان میام قالب رو هر میداریم و سس کاکائو داخلش میریزیم. خوب که ریختیم همه جاشو گرفت یه تکونش میدیم که همه جاشو بگیره. وقتی که سس کل قالبا گرفت موزو بهش اضاف کنید. دیگه موزو با قاشق یه ذره هم میزنیم قاطیشه. دست آخرم کاکائو داره بهش اضاف میکنیم مرحله آخر. بعد وانیلا. وقتی که وانیلا بهش اضاف کردیم میایم و بیسکویتا رو خوب میکوبیم. وقتی که خوب کوبیده شد دیگه میریزیم داخل قالب. خب اینو از مرحله آخر میذاریم تا یه ساعت استراحت کنه. خب اینم از رخ کار. زیاد بچه خوشگل نیست ولی بهتون بگم تنها باشید دسر رو امتحان کنید واقعا بهتون حال میده. واقعا یعنی طعم عالی داشت. بهتون بگم صادقانه بهتون میگم من از 10 بهش 8 و 9 میدم. واقعا خوب بود. موزی که سرخ کردم خیلی شیرین تر از موز سرخ نکرده شده بود و طعم موز کلا دسر رو گرفته بود. اگر که میخواد طعم واقعی موز رو امتحان کنید پس حتما این دسر خوشمزه رو نوش جان کنید. درستش کنید و حالشو ببرید. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. حمایتم کنید، فالو کنید و لایک کنید و توی یوتیوب هم سابسکرایب هم کنید. خیلی ممنونم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. مرسی.